شخصیت مرموز داستان که ایرانی‌الاصل هستش کسی نیست جز حسن صبا که تو ویدیوی قبلی دربارش صحبت کردیم. با کلیک روی لینک بالا میتونید ویدیو رو ببینید. ما میخوایم پرده از این راز برداریم. ویدیو رو لایک و سابسکرایب کنید و با تاریخ دخت همراه باشید. خب حالا بریم به این سوال جواب بدیم که حشاشین به چه کسانی میگفتند و حشاشین چه کسانی بودند. تو قرن 4 و 5 هجری تو کشورهای اسلامی و به خصوص تو ایران داروفروشان رو به نام حشاشین میخوندن و در بعضی از شهرهای بزرگ ایران بازاری به نام بازار حشاشین یا داروفروشان وجود داشته و برخلاف تصور بعضی از صاحب نظران به معنای کسانی که حشیش میکشیدند نیست. در دامنه کوه علموت آبادی‌هایی بود و زارعین در آن به سر می‌بردند و زنها و اطفال روستایی هنگامی که فرصت داشتند تو دامنه‌های اطراف گیاهان طبی رو جستجو می‌کردند و بعضی از اونها گیاهان اهلی رو تو باغچه‌ها یا کشتزارهای خودشون می‌کاشتند و به مباشرین خداوند می‌فروختند. اون هم اونها رو به شهرهای دور و نزدیک صادر می‌کرد. علموت تو دنیای قدیم یکی از مراکز بزرگ داروسازی بود و مواد خام داروها رو تا اونجا که ممکن بود از محل به دست می آوردن. بیمارستان شهر علموت هم خیلی معروف بود. تو سایر مناطق ایران مردم اون رو می شناختن و بیمارانی رو که دارای مرض مزمن بودن برای معالجه به علموت می آوردن و در اون بیمارستان به رایگان تحت مداوا قرار می دادن. الان اگه کسی منطقه علموت رو ببینه تصور نمی‌کنه که 1000 سال قبل از این علموت دارای تپه‌هایی بود حاصلخیز که در اون زیتون می‌کاشتند و داروهای گیاهی پرورش می‌دادند و علموت از مراکز تولید روغن زیتون بود. افسانه بهشت حشاشین و فرقه باطنی چیه؟ یک افسانه وجود داره که میگن یک باغ بزرگی مثل باغ رضوان که در اون چندین هزار تن از زنهای پریپیکر به سر میبردن و خداوند علموت پیروان خودش رو وادار میکرد که حشیش بکشن و وارد باغ بشن و هر رفتار فسق و فجوری رو که دلشون میخواست انجام بدن در اون باغ. حالا این سوال پیش میاد که یک چنین بهشتی 1 سال هم دوام نمیاره، در صورتی که فرقه باطنیه مدت 250 سال بعد از حسن صبا باقی بود. این افسانه ها رو خلفای عباسی علیه فرقه باطنیه انتشار میدادند تا مردم به سوی اونها نرن و قدرت باطنیه زیادتر از اون چه که بود نشه. اما باید پرسید که جامعه‌ای که بنیان زندگیش بر اساس فسق و فجوره چگونه اون همه دانشمند بزرگ رو که همه ایرانی بودند به دنیا اهدا میکنه؟ چرا یکی از اونها در کتابهاش اشاره‌ای به این موضوع نداشته؟ مثل ابوعلی سینا، ابو ریحان بیرونی، ناصر خسرو شاعر و غیره. حقیقت اینه که تبلیغات دائمی خلفای عباسی و زمامداران وقت علیه فرقه باطنیه تو قرون بعد هم حشاش رو که به معنی داروساز و داروفروش بود رو به عنوان کشنده حشیش استنباط کردند و افسانه حشاشین و بهشت باطنیه هم از اینجا به وجود اومده. افسانه سیار دبستانی چیه؟ یکی از مردان معروف شرق، خواجه نظام الملک، که زندگی اون مانند بسیاری از مردان معروف تاریخ توأم با افسانه شده، به طوری که اگه کسی بخواد افسانه را از تاریخ جدا کنه باعث اعتراض مردم میشه. یکی از این افسانه ها مربوط به عهدیه که او با خیام و حسن صباح در مدرسه بسته. با همدیگه عهد اتحاد و اخوت می‌بندند که هر کدوم به منصب رسیدن دیگران رو هم به منصب برسونن، که خواجه تو این داستان عهد شکنی میکنه و باعث کینه حسن صباح میشه. اما با توجه به تفاوت سنی اونها این ماجرا بیشتر شبیه به یک افسانه است، چرا که در صورت صحت این روایت
حسن و خیام باید بیشتر از 120 سال عمر کرده باشند و معاصرین خیام هم هیچ کدوم به این ماجرا اشاره‌ای نداشتند. صباح به دلیل بیماری کوتاهی که داشت تو 26 ربیع الثانی سال 518 هجری قمری مصادف با 1124 میلادی درگذشت. اون رو تو نزدیکی قلعه علموت دفن کردن. مقبره کیا بزرگ امید و دیگر رهبران نظاریه هم تو اونجا دفن شده و زیارتگاه اسماعیلیون نظاری به حساب می اومد تا زمانی که به دست مغولان در 1256 میلادی ویران شد. اون در حالی از دنیا رفت که لرزه بر اندام قدرتمندترین رهبران جهان انداخته بود. پیروانی رو تربیت کرده بود که به حشاشین و فدائیان یا باطنی معروف بودند. گزیده ای از وصایای حسن صباح رو به سمعتون میرسونیم. 1. ارزش هر کس وابسته است به آثاری که روح و عقل او در جهان باقی می‌گذارد، نه به ارزش جسمانی او. 2. وقایع را بنویسید تا آیندگان از آن باخبر باشند. 3. گذشته خود را بشناسید تا دچار تزلزل نشوید. با مرور تاریخ میشه فهمید که چگونه هر زمانی سوء برداشت، تعویل و تفسیرهای شخصی از آموزه‌های دینی راهشون رو به سیاست باز میکنن. انجام هر عملی توجیه پذیر میشه و هر عمل اشتباهی رو میشه به صورتی درست جلوه داد. البته نباید فراموش کرد که بعد از سقوط قدرت علموت تقریباً تمام منابع مکتوبی که درباره این فرقه وجود داشت از بین رفته. بنابراین عجیب نیست اگر بخش‌هایی از زندگی نامه حسن صباح دچار تخیل و یا افسانه‌هایی بی‌پایه و اساس شده باشه.